سلام به شما. دکتر خبرچین هستم. همراهتونم تا در مورد مرد جنجالی مجلس صحبت کنم. آقای حمید رسایی. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بریم تا راجع به بیوگرافی ایشون صحبت کنیم. حمید رسایی متولد 1347 سیاستمدار و روحانی ایرانی هست که در مجلس 12 از حوزه انتخابی تهران، شمیرانات، اسلام آباد و پردیس با 485,711 از مجموع 10,30,191 نفر واجد شرایط رأی که معادل 4.8% آرا میشه به مجلس راه یافت. در دوره‌های 8 و 9 در همین حوزه انتخابی فعال، در دوره 10 از طرف شورای نگهبان رد صلاحیت میشه و دوره 11 هم رأی نمیاد. ایشون در یک خانواده گیلانی در تهران متولد میشه و دوره دبستانش رو در خیابان ایران میگذرونه و در سال 65 هم وارد حوزه علمیه میشه. اساتید ایشون سید احمد خاتم موسوی تهرانی، مکارم شیرازی و فاضل لنکرانی بود. زبان عربی مسلط بوده و به همین خاطر در دوره‌ای به آفریقا، لبنان، فیلیپین، پاکستان، آلمان و یونان، ایتالیا و مکزیک پیدا میکنه به عنوان فعال حوزه دینی و در یک دوره‌ای هم هفته‌نامه نوع دی را مدیریت میکرده که با جنجال‌های بسیار زیادی همراه بود. ایشون با صادق زیباکلام بسیار جدال‌هایی داشتن و با هم بحث‌ها و مناظره‌های مختلف داشتن. حمید رسایی به واسطه اینکه در هفته‌نامه نوع دی حضور داشت، چندین بار به دادگاه روحانیت احضار شده و در مواردی هم محکوم شد و در یک حکمی هم به خاطر اتهامات مالی و توهین به مقدسات انفصال از پست‌های دولتی خورده. یک مورد اون با شکایتی که انجام داده تونسته تبرئه بشه. نطق‌های جنجالی که انجام میده در مجلس بسیار حاشیه ساز هست و به هر صورت جدال‌هایی رو به وجود آورده. در آخرین مناظرات که داشته با رشیدی کوچی در حوزه انتخابی شیراز بوده که بسیار جنجال آفرین بوده و بسیار تاثیرگذار بوده. حمید رسایی در مجلس نطق‌هایی داشته و تذکراتی که مخصوصا با دکتر قالیباف داشته، رئیس مجلس، که تذکر ایشون رو به شما رو درک میکنم. آقای دکتر قالیباف، شما رئیس مجلس هستید، تلاش میکنید تعامل ایجاد کنید، عیبی هم نداره. آقای تذکرتون رو ماده 234 اجازه بدید. ماده 234 میگه هر موقع 10 تا نماینده. اجازه بدید آقای قالیباف، من دارم آیین‌نامه رو میخونم. اجازه بدید باشه. یک نوبت گفتید نه این نون نیست، یکی دیگه است. این یکی دیگه است. بفرمایید. ماده 234 میگه هر موقع 10 تا نماینده درخواست بکنن نه خیر، که شما همین رو خوندین. اجازه بدید آقا، من باید آیین‌نامه رو بخونم. بعد آقای قالیباف اجازه بدید. در موضوع شما در موضوع دستور الان روشن چیه؟ بله همون در موضوع. اجازه بدید آقا بزرگی، این که درست نیست که اینجوری باشه. میگه هر موقع 10 تا نماینده درخواست بکنن که قانون استنکاب شده، اجرا نشده، ناقصه، میره کمیسیون 10 روز بررسی میکنه، اظهار نظر میکنه. دارید باز موضوع قبلی بابا رو من باید آقای قالیباف میخوای خفه شی؟ میشین به خدا. شما تشخیص بدی بگو شما ساکت چی؟ شما هم صحبت میکنی هم شانتاژ میکنی. این خوب نیست. ویدیو بعدی پیرامون مباحثی و مجادلاتی که با دکتر زیباکلام پیرامون انرژی هسته‌ای هست رو میشنوید. که الان هست این 19,000 سانتریفیوژ ما خیلیاشون در حقیقت 1/12 تا 1/22 کارایی سانتریفیوژهای کشورهای پیشرفته دارن. میتونید حدس بزنید که 10 سال دیگه 15 سال دیگه این سانتریفیوژها به لعنت خدا هم نمیرسه. این هست با وانت میاد آهن شدن، مس، مغزش، چوبا شکسته، نمیدونم اینا رو میخریم. حتی با اونم نمیتونیم اینا رو بفروشیم. چرا باید اینقدر خرج هسته‌ای شده؟ با کدام منطق؟ آقای زیباکلام من یاد 100 سال قبل میافتم. زمانی که انگلیس‌ها آمدن نفت ما رو استخراج کردن، یه آقای مثل آقای زیباکلام گیر آوردن، اون موقع نفت رو ریختن توی ظرف بردن بهش نشون دادن، گفتن می‌بینی سیاه رنگه، بو کن چه بوی بدی میده. گفتن ها این چیز بد رنگه، بد بو. مناظره زیباکلام و رسایی در مورد ارتباط با آمریکا ببینیم که بسیار جالب است.
امروز بحث نفوذ مطرح شده. امروز بحث نفوذ مطرح نشده. بحث نفوذ همون سال 58 مطرح شد. آمریکایی ها هرگز در رابطهشون با کشورهای دیگر به دنبال پیشرفت اونها نیستند. ستیز با آمریکا و آمریکا ستیزی جزو اهداف انقلاب نبود. چی شد شما مقاله نوشتی سال 58 که بعد از شاه نوبت آمریکاست؟ بالاخره کارهای اونا کرده بودن دیگه. اون کارها بعد از سال 58 خاتمه پیدا نکرد آقای زیبا کلام. شما عوض شدید. آمریکا همون آمریکاست. آمریکا ستیزترین چهره‌ها و شخصیت‌ها و جریانات در ایران دموکراسی گریزترین جریانات هستند. اینم از طنزای تلخ روزگار. مصاحبه بعدی و جنجالی هست که رسایی در مورد فرزند عارف در مجلس به صورت تذکر به مجلس و خطاب به نمایندگان گفتن که اینم جالب هست که بنده اعلام کردم که با توجه به این که آقای عارف فرزندشون تابعیت کشور آلمان را دارن، جایگاهشون غیر قانونیه. قبل از اون هم اول با خودشون صحبت کردم، بهشون گفتم اگر شما برنامه‌ای دارید مبنی بر این که این تابعیت لغو بشود، ما هم چیزی نمیگیم، صبر میکنیم. ایشون گفت نه خیر، بنده تو کار بچه‌هام دخالت نمیکنم. منم بهشون گفتم آقای عارف قانون در کار ماها دخالت میکنه. بعد از اون من 234 کردم، 6 ماه هم پیگیری کردم، صبر کردم ولی دیگه این معنی نداره که الان اون دفعه هم عرض کردم دیوان محاسبات نامه نوشته، قانون صراحتاً میگه کن لم یکن. همچنین پیرامون محبوبیت و میزان رأی با رشید کوچی هست که رشید کوچی به رسایی میگه که تو در بین مردم منفور هست. اینم جالب هست که گفتش یه تیکه‌ای از این ویدیو بالاخره بیرون میاد، حتما من برای شما میفرستم. یه زحمتی بکشید خودتون برین کامنت هایی که مردم مینویسن رو بخونید. خوش باش با کامنت هایی که تو صفحه نه خوش نیستن. مردم اونا نیستن عزیز من. مردم اونا نیستن. کی هستن مردم همه اونایی که مردم 2.5% هستن که به شما حتما رأی دادن تو تهران. 2.5%؟ بله. آقا به شما چند درصد رأی دادن؟ به من 25%. به شما 25% دادن؟ به من 32% رأی دادن. آمار بگیرید ببینید درسته. آمار عرض میکنم. آمار عرض میکنم. مردم 200,000 نفر 85711 که اصلا این واقعا این سطحی ترین بحثه. موقعی که کم میارید شما آقای زیبا کلام، آقای نمیدونم ارزم بزرگتون زید آبادی برمیگردید میگه 4% شما باید بدونید چند درصد این مردم شما رو قبول دارن که مردم میکنید. میشه همونی که بهتون رأی دادن. تازه الان اونم کمتر شده، یعنی با این صحبتایی که میکنید خودت که داری میگی بر اساس حرف خودت به شما 25%، من که نمیدونم، به شما 25% رأی دادن. من مطابق آماری که به من رأی دادن حدود 31-2%. باشه 31% از چقدر؟ از چند نفر؟ از همون چقدری که به شما رأی دادن. نه خیر، نه فرق میکنه. از چقدری که به شما رأی دادن اون 25% شما از چقدر؟ اگه اونجوری حساب بکنن مال شما 1% هم میشه. نه خیر. اصلا این سطحی ترین حرف، موقعی که هیچ استدلالی ندارید، هیچ منطقی ندارید، قدرت پاسخگویی نداری. یا خیلی معذرت میخوام، من یاد یه چیز فقط میافتم وقتی این حرف مثل شما میشنوم، یاد مثال میزنم، یاد ارزم به حضورتون که امر آس میافتم موقعی که امیرالمومنین، من نمیخوام من امیرالمومنینم شما، نه میخوام بگم این منطق اونه. این منطق موقعی که امیرالمومنین موقعی دیگه نمیتونست با امیرالمومنین بجنگه، کاری که کردیم چلوارش در آورد. این کار شما شبیه اون. هیچ جوابی نمیاد چون 4%. یعنی رأی شما معادل شلوار منه؟ نه خیلی بیشتره، مال خودتن همون قضیه. ببین آقای کوچی، ببین اصلا مردم 1% هم منو قبول ندارن. من پاسخ بده. اصلا مردم همه علیه پاسخ بده. چرا اگر خونه شما دزد بیاد باید مراقبت بکنیم، مواظبت بکنیم، فیلترش بکنیم، باید در بذاریم، باید دزدگیر بذاریم، باید مراقب همه، ولی تو فضای مجازی باید ول و رها بکنیم. جواب همینو بده. اینو که گفتم این منظور اینه که من بخوام اگه قرار باشه من هوچی بازی در بیارم که اصلا دیگه تخصصتونه استاد. بله من حتما اگر کسی منطق نداشته باشه منطق نداشته باشه دقیقاً بهش نشون میدم که این بی منطقی یعنی چی. خیلی سریع، روشن، شفاف، محکم. من که از همون اولش با منطق دارم صحبت میکنم. شما هستید از همراهی شما سپاسگزارم.
منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید. سابسکرایب و لایک یادتون نره. خدا نگهدار.